بسم الله الرحمن الرحیم. جناب روحانی، جناب مودی، در قدم اول مراتب امتنان از پذیرایی بسیار خوب شما به نمایندگی ملت و دولت افغانستان. تشکر از اینکه مهمانداری بسیار بزرگ انجام دادیم و این جلسه را در تهران گرفتیم. از تشکر از جناب مودی از روز اولی که ما بحث مناسبات خود شروع کردیم، چابهار یک سمبولش بود و امروز و حرف را که بار اول در کتمندو شروع کردیم به نتیجه رسیدیم و از تعهد شما، دیدگاه شما و پیگیری شما ابراز امتنان می‌کنیم. گذشته ما گذشته ارتباط است. هر شهر افغانستان یک چارسو داشت و 4 دروازه و نامهای دروازه هایی بود که شهرهای ایران و شهرهای هندوستان سمبول از او بود. امروز من میخوام سر چند نکته تاکید کنم: دیدگاه، اراده و پیام. دیدگاه ما ایست که آسیا در حال تغییر به یک بررزم اقتصادی است و تحرک بزرگی که در آسیا امروز وجود دارد موجب ثبات و رفاه بین المللی خواهد شد. آسیا هنوز خانه فقیرترین مردم دنیاست و ما به حیث رهبرای منتخب از این مردم مجبور و مکلف هستیم که زندگی اکثریت کسایی را که در فقر یا محرومیت زندگی میکنن به صورت اساسی تغییر بدهیم. به صورت امروز تصمیم ما است که جغرافیا سرنوشت نیست، جغرافیا قابل تغییر است، اراده جغرافیا را تغییر میده. اراده ما امروز شروع از چابهار است، اما ختمش یک توسعه سرتاسری و همه جانبه همکاری اقتصادی و فرهنگی خواهد باشد و اراده ما در عمل پیاده خواهد شد، از خاطر که پروژه از نظر به زودترین فرصت به یک دالان و یک جاده مشترک مواصلاتی همه جانبه بدل خواهد شد. زرنج نقطه وصل پایتخت رستم بود، به رستم پس میگردیم و امروز زرنج باز یک نقطه اطلاع خواهد باشه، نه یک جای عقب مانده که قرنهای قبلی او را به او بدل کرده بود. از او جهت ما سرمایه گذاری هندوستان بر قسمت رای زرنج دلارام و از جمهوری اسلامی ایران از خاطر اعمار پل ابریشم ابراز امتنان میکنم. در سالهای آینده در حدود 60 تریلیون دلار به صورت بین المللی در زیر بنا سرمایه گذاری خواهد شد و یک قسمت اعظم از این در آسیا خواهد بود. زیر بنا مدیریت میخواهد و اراده ما است که زیر بنا به شکل اساسی و همه جانبه مدیریت شد. در قدم آخر پیام امروز و پیام چابهار چیست؟ اول، ملت افغانستان از ملت دولت هندوستان و ایران ابراز امتنان میکنه که بر ثبات آینده افغانستان باورمند هستیم. بعضی مردم در منطقه صادراتشان تروریسم است، صادرات ما سه مملکت امید، باورمندی و همکاری است. در عین حال پیام ما است که تمام منطقه در این همکاری مشترک و در وصل بودن سهیم بوده میتونه. آسیای مرکزی، اروپا، چین همه شامل ای دیدگاه و اراده مشترک بوده میتونه و همچنین روسیه نقطه دیگه است که جزء از این دیدگاه و یک همکار خوب اقتصادی با ما بوده میتونه. پیام ما به جوانای ما است که آینده ما آینده همکاری اقتصادی، آینده درک مشترک و آینده مدیریت فنی و تکنیکی است. باز هم جناب روحانی، جناب مودی از دیدگاه مشترک، اراده مشترک
و پیام مشترک ما ابراز امتنان میکنیم. 100 سال بعد از امروز امید است که مورخین از این باعث یک نقطه عطف استقبال کنند و این روز شروع همکاری منطقه‌ای و اقدامات مشترک برای صلح، ثبات و رفاه همه جانبه تلقی کنند. تشکر.